در یک جای ما بودیم، یک استاد سوال مطرح کرد: مال بسیار مهم است یا صحت بسیار مهم است؟ شاگردا کلگی یکی میگه مال بسیار مهم است، شاگرد دیگه میگه وقت در صحت بسیار مهم است. وقتی که نوبت من رسید، من گفتم استاد این سوال شما ببخشید اشتباه بوده، وقت هم داخل کنید. بسیار مردم ها مال دارن ولکن وقت برش نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. میلیون ها میلیون دلار داره، وقتی که ملک الموت میبینه میگه وقت تو ختم است، توبه میکنم وقتت ختم است. حتی در وقت مرگ فرعون هم توبه کرد، صدا کرد که آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل. الله برش گفت که الان وقد عصیت، زیاد برات وقت دادم لکن نافرمانی کرد. پس با ارزشترین چیز در زندگی انسان وقت است. تا زمانی که مسلمان ها ارزش وقت میفهمیدن، مسلمان ها تمدن داشتن، مدنیت داشتن، حکومت اسلامی داشتن، دست بلند داشتن، اول نمره جهان بودن. لکن وقتی که وقت برشان بی ارزش شد، به خاطر از اینکه قرآن باید مثل میخواندن که قرآن سر خودت نازل شده است، امو قسم باید قرآن بخوانی. وقتی که قرآن برات میگه قل، فکر کو که برای خودت خطاب میکنه که بگو یا ایها الذین آمنو، خطاب است برای خودت. متوجه باش که الله چی برات میگه. پس اینجا وقت بسیار چیز با ارزش است. بسیار کسان مریض هستند، صحت ندارند، لکن بعضی اوقات مریضی برای انسان خوبتر است نسبت به صحت. در مریضی انسان توجهش به خالق بیشتر میشه و کسی که قبل از مرگ خود مریض میشه آدم خوشبخت است، به خاطر ازی که توبه میکنه، استغفار میکنه، عاجزیش برش معلوم میشه. اما بعض کسا هست که در عین حالت بیدینی و گمراهی یک مرتبه سرش مثل فرعون که ملک الموت در جانش آمد و باز در اون لحظه که باز فبصرک الیوم حدید، چشم انسان بسیار حده پیدا میکنه. یعنی آنقدر پرده غیب برداشته میشه که ملک الموت میبینه، جنت میبینه، دوزخ میبینه، همه را باز میبینه. لکن اینجا باز یک نقص پیدا میشه که باز راه توبه، دروازه توبه سرش بسته میشه.